навиди бомдодии از رادیو زودی تقدیم شما بینندگان بینیاد عزیز. امیدوارم روزتون ببرور باشد. ساعت به وقتی پراگ هفت صبح است و من آماده هستم چون همیشه خبرهای تاجیکستان و جهان را برای شما عزیزان برسونم. سپاس که صبح خود را با ما آغاز میکنید. اما من شروع میکنم از وضع باد و هوا. در پراگ که همین حالا من از اینجا با شما دوستان عزیز صحبت دارم، هوای ابری در نظر است. احتمال میرود که گرمی به 5 درجه برسد. در مسکو باران میبارد امروز و 4 درجه گرم خواهد بود. در پایتخت تاجیکستان هوا ابری می شود و احتمالاً باران میبارد. حرارت 10 درجه را در دوام روز تشکیل خواهد کرد. و اکنون شروع میکنم البته از موضوع مهم برای شما بینندگان عزیز. این هم درباره انتقال پول به تاجیکستان است. باید گفت که نظام پرداختی وستر یونین روزهای نزدیک به مرکز ملی انتقال پول بانک ملی پیوست می شود. در این باره خبرگزاری خاور با تکیه به بانک ملی تاجیکستان اطلاع داده است. به قول منبع به این زودی ها انتقال مبلغ توسط وستر یونین به تاجیکستان امکان پذیر می شود. فعلا به قول بانک ملی یونیستریم و کانتاکت به مرکز مذکور پیوست شده انتقال مبلغ به ممانعت انجام دارد. یادآور میشویم که زلاتای کرونا بزرگترین شبکه انتقال پول به تاجیکستان با ادعای آن که طلبات تاجیکستان مخالف قانون‌های روسیه است شامل این مرکز ملی نشده است و عملا در تاجیکستان از کار ماند. بانک ملی تاجیکستان هفته گذشته از ساکنان خواست که پول خود را از خارج تنها به واسطه نظام‌های یونیستریم و کانتاکت فرستند و از خدمات شبکه‌های دیگر از جمله زلاتای کرونا موقتا دست بکشند. تصمیم اخیر بانک ملی بسیاری ها را نگران کرده است. آنها میگویند در انتقال پول از خارج به تاجیکستان یا برعکس مشکل دارند. مقامات بانک ملی هدف از تصمیم اخیر را به آسیب رساندن پول مهاجران به نزدیکانشان دانستند. اما بعضی از کارشناسان هدف اساسی بودن این تصمیم را زیر سوال میبرند. آنها میگویند ظاهرا بانک ملی میخواهد به بازار کلان انتقال پول که تنها در 9 ماه اخیر سال جاری از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار فرستاده شده است شریک شوند و یا این بخش را پورا زیر انحصار خود بگیرند، چیزی که مقامات بانک ملی البته تصدیق نمی‌کند. و باید گفت از دیروز به این سو ما از شما بینندگان عزیز مراجعات زیادی گرفتیم که میگید در روی خط کشورهایی که در برنامه یونیستریم برای انتقال پول نشان داده شده است اسم تاجیکستان رو پیدا کردن نمیتوانید و ما در دوام روز این مسئله رو پیگیری کرده و کوشش میکنیم با مسئولان یونیستریم در میان بگذاریم که آیا واقعا اسم تاجیکستان از روی خط بیرون کرده شده است یا نه. خب به همین خاطر برنامه‌های ما رو تماشا کنید. در شهر کولوب بر اثر زهرآلودشوی از سبزیجات کنسرو شده یک نفر جان باخته، 6 کس دیگر در بیمارخانه بستری شدند. عبدالکریم شوکیروف پزشک بیمارستان کولوب 9 دکبر به رادیو زودی گفت حادثه یک روز پیش اتفاق افتاد. نصرالله مردانوف و 6 کس دیگر را در حالت وزنین به بیمارستان آوردند. بعد تشخیص معلوم شد که آنها از سبزیجات کنسرو شده زهرآلود شدند. نصرالله مردانوف درگذشت باقی مانده ها تبابت میگیرند افزود او. اینها ساکنان چرمگران پایان شهر کولوب بوده در کارخانه خشتپزی کار میکردند. اول ماه اکتبر امسال بر اثر زهرآلودشوی از یک گیاه زهرآگین در یکی از پخته‌زارهای جماعت گلشن نویه فرخار عزیزالله سفروی 6 ساله و سمیه سفروی 8 ساله جان باخته، 3 تن دیگر هم بستری شده بودند. پیش از این در ماه آگوست 2 عضو یک خانواده در کولوب بر اثر زهرآلودشوی جان باخته، 2 تن دیگر در بیمارستان بستری شدند. رحمتالله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکرات و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت امالی رحمان خواسته است که گروپولی نامزدها را برای انتخابات پارلمانی بیکار کند. گروپولی برای هر یک نامزد 5800 سومانی برابر با تقریبا 600 دلار مقرر شده است. زویرов روز 9 دکبر در اظهارات گفت برای 10 نامزد حزب 58000 سومانی و برای 22 نفر بیش از 127000 سومانی ضرور است. این غارت در روز رفشن است گفته است او. گروپولی یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات می باشد. هر کسی پیروز شد مبلغش را پس میگیرد ولی افرادی ناکام پول خود را البته از دست میدهند. نمایندگان مقامات میگویند گروپولی در گذشته به 200 نشان دهنده یعنی به حساب حاضره به 11600 سومانی برابر بود و سال 2014 آن را به 100 نشان دهنده پایین آورده. رحمتالله زویرов میگوید همین طور پولی که با مهنت سنگین به دست آوردیم به فایده بودجه دولتی مبادله میگردد.
یعنی این یک روی درآمد گرفتن دولت از حساب آدمانی است که به حکومت نامقبول میباشند. گروی انتخاباتی رو فوراً بیکار کنید، آنچنان که 10 سال پیش روسیه بیکار کرده بود، میگوید زویروف. و قبل زویروف آنها در 10 سال اخیر بیش از 15 بار مسئله بیکار کردن همه گونه گروی انتخاباتی رو در میان گذاشتند، ولی بی نتیجه. تو به حال مقامات به درخواست و اظهارات رحمت الله زویروف هنوز واکنشی نکردند. پرزیدنت روسیه و اوکراین پس از ملاقاتی که ساعت‌ها دوام کرد و رهبران آلمان و فرانسه نیز در آن حضور داشتند، سازش کردند که تا پایان سال جاری به طور کامل و فراگیر آتش بس برقرار کنند. مذاکرات ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی، انگلا مرکل و امانوئل ماکرون که روز 9 دکبر در پاریس برگزار شد 9 ساعت دوام کرد. این مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیری بین نیروهای اوکراینی و نیمه نظامیان مورد حمایت روسیه در دنباس و پایان دادن به درگیری در شرق اوکراین برگزار شد. رهبران دو کشور عین حال بر سر مبادله زندانیان تا آخر سال 2019 به توافق رسیدند. رهبران اوکراین بدون آنکه به یکدیگر نگاه کنند، رهبران اوکراین و روسیه و بدون آنکه در برابر نواربرداران و خبرنگاران با یکدیگر دست بدهند، وارد تالار نشست شده بودند. پس از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست خبری در پاریس گفته است بله میتوان از گرم شدن رابطه ها سخن گفت. ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی او نیز در همان نشست خبری از این ملاقات ابراز خرسندی کرده است. این نخستین دیدار روبروی بین زلنسکی رئیس جمهوری نو اوکراین و ولادیمیر پوتین بود. با وجود سازش‌های به دست آمده، دو طرف نتوانستند راجع به برخی اختلاف‌های اساسی راه حل پیدا کنند، از جمله راجع به تعیین زمان برای برگزاری انتخابات در شرق اوکراین یا مرزبندی منطقه‌هایی که از نظارت کیف خارج شده بود. با این حال طرف‌ها در مورد پاک کردن منطقه‌های مورد نزاع از مینه‌ها به توافق رسیدند. رهبران 4 کشور در پاریس سازش کردند که در همین قالب طی 4 ماه آینده دیگر باره با هم ملاقات خواهند کرد. ترکیه میگوید به آلبانیا و کوسوو همراه شده امروز در مراسم تقدیم جایزه نوبل در ساحه ادبیات که به پیتر هانک تقدیم خواهد شد شرکت نمی‌ورزد. هانک با پشتیبانیش از سابق رهبر سربیا اسلابادان میلوشویچ متهم می‌شود. سفیر ترکیه در شویتزیا حقی امره یونت در صحبت با نشریه‌های ترکیه گفت 10 دکبر نمایندگان ترکیه در مراسم تقدیم جایزه نوبل در استکهلم شرکت نمی‌ورزند. پیش بینی می‌شود که امروز دو همایش مخالفین هانک که در پایتخت شویتزیا برگزار بگردد. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان میگوید سابق پرزیدنت قرقیزستان المازبек اتنبویف از معاینه طبیبان روحی خواهد گذشت. روز 9 دکبر وزارت ابراز داشت که طبیبان روحی و یا پسیخیاترها باید وزیر روانی اتنبویف و 15 متهم دیگر در برخوردهای 2 روزه ماه اوگوست میان طرفداران اتنبویف و نیروهای امنیت را تحقیق کنند. سابق پرزیدنت قرقیزستان 8 اوگوست بعد برخورد تسلیم شد. مقاومت با اتنبویف زمانی آغاز گردیده بود که او 3 دفعه به بازپرسی وزارت امور داخلی که او را با فساد و رهایی غیر قانونی رهبر گروه جنایی متهم کرد نآمد. در برخوردهای 2 روزه طرفداران اتنبویف و نیروهای امنیتی 1 نفر کشته، 170 کس از جمله 79 افسر امنیتی مجروح شدند. و بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان، اما پیش از این بازم یادآور میشم که در اول صحبت من درباره انتقال پول به تاجیکستان معلومات دادم و اگر آنهایی که همین لحظه ها به ما پیوست شدند در این باره میتوانند از صحبت چند دقیقه پیش من آگاه شوند. رادیوی آزادی در روز جهانی مبارزه با فساد که هر سال 9 دکبر تجلیل می شود به این مسئله روی آورد و از ساکنان و کارشناسان پرسید که مبارزه با فساد در تاجیکستان تا کجا مؤثر بوده است. برای مثال گلافشون سلیمова ساکن 43 ساله تاجیکستان به این نظر است که فساد به جزء از زندگی مردم تبدیل یافته، به دادن رشوه حل مشکل غیر ممکن شده است. او گفت وقتی کودک تولد می شود والدین به پزشکان حق می دهند، سپس برای به باغچه رفتن طفل باز حق می سپارند. در وقت مکتب خونی معلمان با هر بهانه پول می طلبند. اگر بزرگ شوید و بیمار شده در بیمارخانه به دادن رشوه شما را کسی طبابت نمی کند. علی‌اکبر عبداللهیف رئیس سازمان تشکل تفکر ضد کروپسیونی در نوبت خود شهروندان را به بی‌پروایی گناهکار کرد که به نظر او باعث شده است مقامات در مبارزه با فساد تا حد ضروری
موفق نشوند. برخی از کارشناسان میگویند ساکنان در مسئله فساد در جامعه بی‌طرف نیستند. اگر بعضی برای به دردسر حل شدن مشکل خود به دادن پاره راضی‌اند، برخی دیگر به نهادها مراجعت میکنند ولی ظاهراً پشتیبانی نمیبینند. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند حمایت شدن بعضی از افراد از طرف مقامات بالای کشور شفافیت و جدی بودن معرکه مبارزه با فساد را زیر سایه قرار داده است. برای مثال به گفته آنها ماه می امسال رئیس جمهور امالی رحمان در جلسه رسمی شهباز رجبزاده سردار دیدبانگاه گمرکی دوشنبه را به اتهام خلافکاری از جمله خریدن چند خانه و ماشین و سفرهای زیاد خارجی در مدت تقریبا 2 سال کاریش تنقید کرد، اما گفت جوانیش را به نظر میگیرد و جزا نمیدهد. تاجیکستان 6 سال پیش استراتژی مبارزه با کروپسیون را برای تا سال 2020 تصویب کرده است که هدف از آن ریشه‌کن کردن این پدیده بود، اما به نظر تحلیلگران این درخت میوه زیاده نداده است. بنابر رده‌بندی سازمان شفافیت بین الملل که هر سال میزان فسادکاری در کشورهای جهان را چین میکند، تاجیکستان در جای 152م قرار دارد. مقامات تاجیکستان وجود فساد را رد نمیکنند، اما گزارش‌های بین المللی را غرضناک میخوانند. و بیوروی حقوق بشر و رعایت انسان در تاجیکستان فعال جمعیتی دلنوزه محیدینова را با دیپلم بهترین حامی حقوق قدردانی کرد. این جایزه روز 9 دکبر سپرده شد. اعضای حکمان تلاش‌های او را برای راه ندادن به بالاروی نرخ اینترنت در بهار سال 2018 ستایش کردند. دلنوزه محیدینова در معرکه جمع‌آوری امضا به ضد تصمیم بالا بردن نرخ اینترنت اشتراک کرد و در 2 روز به این مکتوب بیش از 600 نفر امضا گذاشتند. تا اینکه مکتوب به دستگاه پرزیدنت برسد، رئیس جمهور قراری بالا بردن قیمت اینترنت را موقتا گذاشت. ولی بعد آن دلنوزه محیدینова زیر معرکه سازمان یافته فشار و تحقیر قرار گرفت. بیوروی حقوق بشر و رعایت قانون‌ها از سال 2009 باز با پشتیبانی مالی سفارت آمریکا در دوشنبه هر سال جایزه بهترین مدافع حقوق بشری سال را به دانشمندان، چهره‌های سیاسی و اجتماعی، روزنامه‌نگاران، نمایندگان سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در کشور تقدیم میکنند. با گفته نرگس زاکرova رئیس این سازمان، هدف از اعطای جایزه قدردانی از کار دشوار مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حامی حقوق انسان به شمار می‌رود. افسانه اکابرشوی و خبرنگار رادیو زودی در دوشنبه برای موقع فعال شهروندی در ژورنالیستیکا صاحب دیپلم شد. اکابرشوی از نخستین دخترانی بود که برای آزار لفظی در خیابان‌های دوشنبه به پلیس شکایت برد و از این رو توجه جامعه را به این مشکل در تاجیکستان جلب کرد. باید گفت در سال‌های قبلی سازمان دفاع از حقوق بشری امپارو، جمعیت حقوق‌شناسای پامیر، سازمان حقوق و شکوفایی، خبرنگاران رمزی میرزابک و نور سرکار و حقوقدانها شهرت قدرت و عین حال بابو نظر و جایزه بیوروی حقوق بشری تاجیکستان را دریافت کرده بودند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است: $1 9 سومانی و 69 درم است، 1 یورو 10 سومانی و 73 درم و 1000 روبل روسی برابر می باشد به 151 سومانی و 80 درم، یعنی نظر به روز گذشته 30 درم بلندتر رفته است. سپاس میگم که ما رو در این چند دقیقه و در صبح بر وقت تماشا کردید و من حتما با خبرهای تازه در دوام روز خدمت شما عزیزان قرار خواهم گرفت و فراموش نکنید که حتما ما موضوع انتقال پول به تاجیکستان رو در مورد نظر قرار داریم. همکاران ما جزئیات رو پیگیری میکنند وابسته به مشکلاتی که شما شکایت میکنید در یونستریم است و فکر میکنم این موضوع چون برای شما مهم است ما رو حتما تماشا میکنید. روز خوب داشته باشید و تشکر که همیشه با ما هستید.